ما آمده ایم ز چیزی نهراسیم، ما آمده ایم که خود را بشناسیم. درود مهربونا، عالی باشید. هر جای دنیا که هستید حال دلتون خوب باشه. هر جای این دنیا که هستید، تو کوچه، تو خیابون، موقع سفر، ازتون خواهش میکنم اگر این حیوانات بی پناه رو دیدید بی تفاوت رد نشید. حتی یک دست نوازش، حتی یک لقمه نون کوچیک زندگی اونا رو عوض میکنه و معجزه زندگی اونها خواهید شد و حیوانات معجزه زندگی ما خواهند شد. دنیای عجیب و غریبی شده، دنیای پر از ظلم و پر از انرژی های سیاه، ولی ما میتونیم از همین دنیای سیاه و از همین ظلمت ها و تاریکی ها نور رو رشد بدیم و اندازه خودمون، هر کس به توان خودش در این راه خدمت بکنه به طبیعت، به کره زمین، به درختان، به حیوانات و هر کاری از دستش برمیاد برای قشنگتر شدن کره زمین انجام بده. با عشق باشید و پر